بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خواهران عزیز و برادران گرامی، هوای سرد زمستان است و ما به دنبال نیازمندان در روستای جویدختر ولسوالی سیاگرد غربند. امروز به فضل احسان پروردگار آمدیم احوال مردمی را بگیریم که با هر روز فصل زمستان در یک نبرد نابرابر در زندگی هستند. خواستیم اقدام کنیم تا روزنه امید باشه برای روزهای آینده. انشالله که توانسته باشیم کاری کنیم برای گرم ساختن دلهای خسته ای هموطنان عزیزمان. وقتی که دستان اطفال کوچک از شدت سرما به شدت سوزش میکنه، ما آمدیم تا امانت خواهران و برادران عزیزمان را برشان برسانیم تا یا بتونن در این زمستان سخت و نفسگیر از این استفاده کنند. آمدیم رمانی سی بمیشه. سلام علیکم. سلام علیکم. بفرمایید اینجا باز بالا میبرنشون خاطر که کمپل داره. خوب هستین؟ سلام علیکم. سلام. بخیر هستین؟ خیر باشید. شما خوب هستین؟ زنده باشین. بخیر باشین. ان شاء الله به فضل احسان پروردگار بخیر هستید. نظیرهای صعب بود. سلامت باشید. خیلی یک مسیر طولانی و نفسگیر و در راه پرخم و پیچ غربند سپری کردیم. غربند و خیلی در ضمن با اینکه یک مسیر بسیار نفسگیر طولانی بود ولی خیلی زیبایی خودم داشت. بدون شک ما و شما قسمی که بیننده هستیم در یکی از قله های کوی قریه جویدختر مربوط 14 دره غربند میشه که ما و شما خودت هم شاهد هستی که صبح وقت حرکت کردیم. مسیرم خیلی پر برف و یخک داشت و بالاخره با همون نیت و عزمی که داشتیم ان شاءالله در دورترین نقطه دره غربند رسیدیم، جایی که مردم واقعا نیاز داشتن که همچون کمکی در همچون زمانی برشان برسه. منطقه قسمی است که در زمستان مخصوصا زمانی که برف میباره، برفباری صورت میگیره، نهایت صعب العبور میشه و حتی امکانات از اینکه موتر در این ساحه بیاید خیلی غیر ممکن، اگر بگوییم اشتباه نیست، یعنی ناممکن است. و بنابر اینمی دلیل تیم ما قبلا ایرا سروی کردن در جریان همی برفباری ها و امروز خوشبختانه ما شما تانستیم که کمک ها را در اینجا بیاریم. قسمی که شما هم شاهد هستین کمک های ما شامل یک مجموعه یا پکیج مکمل ارتزاقی است که شامل بهترین آرد است، آرد قزاقی است، بله، همچنان بهترین برنج سیله است که ما ایره خریداری کردیم. در کنار از او 2 قوطی یا 2 بوتل روغن 5 لیتره است، بله، همچنان یک سیر بوره است دیگه. بر هر فامیل 2 قوطی روب است که روب کلان است و بر علاوه از او 1 سیر یا 7 کیلو مکرونی است. بر علاوه از این بسته خوراکی ما شما 1 کیلو چای هم داریم و برای هر فامیل 2 دانه کمپل داریم که انشالله بتونن زمستانشون یک مقدار گرمتر سپری بکنن. انشالله. بخیر باشین. بسیار زیاد تشکر رحمانی. سلامت باشی، بخیر باشی. انشالله که برنامه تنظیم شده است، برنامه تنظیم شود. بعد از او ما شما میبینیم که مردم هم انشالله خوشحالی مردم هم ما از همین کمک هایشان میبینیم که تیم ما خیلی همکاری میکنن، خیلی کمک میکنن و این نشان دهنده از این است که اینا واقعا خوشحال شدن. ما مردم روستای جویدختر ولسوالی سیاگرد غربند خیلی یک مردم مهربان با قلب مهربان یافتیم و امروز خواستیم برای از این مردم در این فصل سرما، در این زمستان سخت و نفسگیر کاری کرده باشیم تا دلهای از یا گرم شود، دلهای خستهشان گرم شود. انشالله و رحمان که برنامه را شروع کردیم. بخیر رحمانی صاحب، مواد همکارای ما تنظیم کرده رایسان به فضل خدا دیگه تا لحظات بعد هموطنان عزیز ما سروی شدن میآین و بخیر. جا داره که البته از امی فضای سرد، از امی مکان که واقعا سردیش معمول احساس میکنم، گرچه شای آفتابم است و وقتم ظهر است، میخوایم از کسایی سپاسگزاری بکنم که از کانون گرم خانواده هایشان، از کنار بخاری هایشان، از خارج از کشور و همچنان کسایی که واقعا درد هموطنایشان در این مسیر دور احساس کردن، کمکای کردن. ما میخوایم که واقعا از ته قلب خود از طرف این مردم سپاسگزاری بکنم و بخوایم برشان این پیام برسانم که شما مطمئن باشین که این کمکای شما برای مستحق ترین افراد در افغانستان، در دورترین نقاط افغانستان که یکی از نمونه های از او قریه جویدختر دره غربند است،
انشالله کمک های شما رسیده و میرسه. بله انشالله. شک بخیر سلامت باشید. ما این وعده را میتیم براتون که انشالله در هر نقطه از افغانستان کمک ها را میرسه، امانتشون به دست مستحقین میرسونیم. بدون شک. انشالله کارهای تنظیم ترتیب و فضل خدا خلاص شده. تمام تیم ما کار کرده رایستن تا ای که بتونیم زودتر تنظیم کنیم، مواد بچینیم، پکیج تنظیم کنیم تا ای که هوا بسیار سرد است. یا قسمی که شما در تصویر می‌بینید بسیار برف است، هوا سرد است. هموطنان عزیز ما منتظر هستند که بخیر بیاین بگیرن ببرن و از این استفاده کنند. این هوای سرد دیگه کوشش میکنیم که زود بخیر خلاصش کنیم. و بازم جا داره در همچی یک مکان سردی در فضایی که واقعا شما میبینین زمین پر برف است، یک سپاسگزاری بکنم از هموطنان دلسوز خود، از کسایی که واقعا در هر لحظه در هر زمانی برای وطندارای خود کمک کردن، اونا را درک کردن. احساساتشان قابل قدر است. انشالله که این کمک اول و آخرتان نباشه. خداوند متعال در احادیث قدسی میفرماید که صدقه بکنید ای بنی آدم که برای شما خداوند صدقه و بخشش بکند. هموطنان عزیز، خواهران و برادران گرانقدر، سپاسگزاری میکنم بازم از شما به خاطر از اینکه همیشه کمک کردین برای این مردم رنج دیده، برای مردمی که واقعا در این سرمایه زمستان ناچار هستند و نمیتوانند که حداقل موضوع زمستان خود تهیه بکنند. و شما خوشحالی مردم انشالله حتما میبینین. دعای مردم همیشه همراه شما است. انشالله که کمک هایتان همیشه جاری بوده باشه و مطمئن باشید که کمک های شما برای مستحق ترین افراد در دورترین نقاط افغانستان انشالله خواهد رسید. تشکر. نیازی زب انشالله که برنامه تنظیم است دیگه، همه چیز آماده است انشالله برای کسایی که ما اینجا مد نظر گرفته بودیم مستحقا را انشالله موادشان آماده است. 30 خانواده بله مد نظر گرفتیم. مواد غذایی همچنان کمپل دیگه تمامش تنظیم کردیم انشالله بخیر تا لحظات بعد بیاین تسلیم شوند موادشان انشالله. و همچنان جا داره که سپاسگزاری کنیم از او ده خواهران و برادران و هموطنان عزیز ما که لطف کردند، بالای ما اعتماد کردند، مهربانی کردند، برای ما این وظیفه بزرگ سپردند که تا امانتشان به دست این هموطنان عزیز ما در این نقطه دوردست برسانیم. ما هم رساندیم ان شاء الله رحمان. همیشه این وظیفه را ما میپذیریم تا اینکه این امانتشان به کمال امانت داری برسانیم و جا داره که ازشان یک یادآور شویم ان شاء الله به شکل یادگارگونه. بله به شکل یادگارگونه تا اینکه در دفتر خاطراتشان ثبت شود. خواهران عزیز ما هر یک حسنا از آمریکا مبلغ 28120 افغانی پول زکاتشان ارسال کردن. خداوند زکاتشان به دربار خود قبول کنه. همچنان کریمه یوسفی از جرمنی مبلغ 28000 افغانی ارسال کردن. خواهر ما از جرمنی مبلغ 16750 افغانی ارسال کردن. رابعه دستگیرزاده از آمریکا مبلغ 13190 افغانی ارسال کردن. رعنا از آمریکا مبلغ 7000 افغانی ارسال کردن که سپاس ازشان. فضیله نوابی از استرالیا مبلغ 2120 افغانی ارسال کردن و سپاس از خواهرای عزیز ما که مهربان هستند، لطف میکنند، در فکر و هوش و
ذکر هموطنان نیازمند و فقیر خود هستند. خداوند صدقاتشان به درگاه خودش قبول بکنه ان شاء الله. البته لیست برادرای ما مونده که ان شاء الله در این کار خیر اینا سهم گرفتن. برادران ما هر یک آقای سید مصطفی از امریکا مبلغ 68066 افغانی کمک کردن. آقای تمیم از جرمنی مبلغ 35500 افغانی کمک کردن در این برنامه. رامین محمدی و فردین محمدی از جرمنی مبلغ 34704 افغانی اینا کمک کردن. آقای قیوم از امریکا مبلغ 27400 افغانی کمک کردن. آقای احمد عزیرجان و رهاب جان از سعودی مبلغ 17600 افغانی کمک کردن. سمیر جان از امریکا مبلغ 12781 افغانی کمک کردن و همچنان در اخیر آقای نعمت الله داهی از امریکا مبلغ 9500 افغانی کمک کردن و تقاضا کردن که بروح مرحومه دکتر نزیحه داهی دعا صورت بگیرد. ما هم امیفل هار برشان دعا میکنیم خداوند این صدقاتشان قبول بکنن و هموطنان عزیز شما هم ان شاء الله از دعای خیرتان فراموش نکنین ایشان را. مجموعاً مبلغی که در این برنامه زمستانی قریه جوی دختر دره غربن به مصرف رسیده مبلغ 300,000 یا به زبان عامیه نام شما 3,731 افغانی مجموعه مصارف بوده که ان شاء الله ما بتانیم با این یک بسته خود که هموطنان ما کمک کردن یک لبخندی را بر اهالی این قریه و این منطقه ان شاء الله بیاریم و همچنان بتونی در این هوای سرد در این فصل سرما نیازمندی هایشان مرفوع بسازه حداقل تا یک مدت زمان. و سپاس از همه هموطنان عزیز ما که لطف میکنن، مهربانی میکنن، در فکر هموطنان فقیر و غریب خود هستند و همچنان ما پل ارتباط هستیم میان شما و میان هویدا از هموطنان عزیز ما که در این فصل سرما به کمک نیاز دارند و دستگیری نیاز دارند. کمک های زمستانی ما ان شاء الله رحمان ادامه داره. ان شاء الله که ما بتانیم امانت های هموطنان عزیز ما را، خواهران و برادران گرامی ما را برسانیم. رحمانی سیب گرامی خیمیریم تو کمو سروی که شدن هموطنان را تنظیم میکنیم که بیاین بگیرن به خیر مواد برون که هوارم بسیار ان شاء الله. قسمی که رسول الله صلی الله علیه و سلم در یکی از احادیث قدسی خود بیان کرده که صدقه کمر شیطان نمیشکنانه. این یکی از احادیث قدسی است. ان شاء الله که هموطنان ما در این هوای سرد ما مطمئن هستم که کمر شیطان شکستاندن و فقرا را به لبایشان لبخند آوردن. بفرمایید نیاز صاحب بریم طرف. سلام پدر سلام علیکم. کتشان کمک کنید. چطوری؟ بخیر. شما خوب هستید؟ سلام علیکم. پاپا جان خوب هستی؟ الله حالت خوب است؟ صحتمند هستی؟ بخیر هستی؟ سلامت هستی ان شاء الله؟ بخیر هستی؟ سلام خدا. خیریتی است؟ ساکویت گرم است. میتونید در جیب کرتید بود چطور؟ مایی است دست. خو چرا؟ دست مایی است. الله خدا شفا. خدا شفا نصیب خدا شفا خدا شفا نصیب کنه. چطور هستی پدر جان؟ خوب است ان شاء الله. امروز سردی هوا چطور است؟ برف و باران خیلی زیاد است والا مردم با تکلیف هستند بسیار. این کوبند مردم هستیم ما. این مردم خو اکثرا مردم دهقان هستند، زراعت میکنن. باز در زمستان شما چه رقم میکنید؟ والا بسیار مشکل با ما تمام. پروردگار میرسونه. برای زمستان چی میسازونی کاکا جان در خانه؟ چیزی برسو. والا با تکلیف نمیت یک زمستان تیر میکنیم. از کو چوب میارین چطور؟ دار درخت از کو میاریم. بسیار با تکلیف زمستان. بیا خدا مهربان است. چطور بود در خانه؟ آرد، برنج، روغن یگان چیزا بود یا نه؟ هیچ چیز درک نداره. خدا مهربان است. چیزی پیدا میشه. کاکا جان هموطنای ما شما را فراموش نکردن. هموطنای ما خارج از کشور در جایی که اونا در مکانایی هستند که به زحمت کار میکنن، پول به سختی پیدا میکنن، اما از حق خود، از سهم خود اونا شما را فراموش نکردن و میفهمن که همچی یک انسانای مثل شما در این تو یک جای زندگی میکنن و برای شما کمک‌های یا تحفه‌های روان کردن که ما فقط یک وسیله شدیم و این تحفه را ان شاء الله به شما رساندیم. در حقشان دعای خیر کنیم. خدا جل جلاله بدشان کلشان
خدا بخیر در سال بیاد خدا الهی امید خدا دل کی زیاد بده سال کمک به ما کرده زنده باشی خداوند با ما مشکلات کرده تکلیف کشیده به حقوق سال بر آمده با ما زحمت کشیده ان شاء الله تیم ما را خداوند خیر بده که کمک کردن زحمت کشیدن سلامت باش کاکا جان سلامت باشی خوش آرام باشی کاکا جان تشکر میکنیم بفرمایید تشکر امروز کمک شوم تا خانه جور باشی آرام باشی تشکر اگر خانه دور است کمک یگان وسیله اگر نباشه تشکر بخیر باشی پدر سلامت باشی بخیر باشی تشکر از همکاری سلامت باشی خوش هستی ان شاء الله خداوند خوشی های بیشتر نصیبتان کنه قدر کمک پیدا کنه کمک خداوند سلامت باشی سلامت باشی کاکا جان ما ان شاء الله اطفالم فراموش نکردیم اطفال نازنین به خاطر این زمستان یگان برنامه یک برشان داریم سلامت خدمت میگه خداوند کمک خیر ببینید کاکا جان ان شاء الله اطفالم مد نظر داریم هموطنان عزیز و گرامی تشکر با تعداد 30 خانواده را تحت پوشش این پکیج مواد غذایی زمستانی خود قرار دادیم. ان شاء الله الرحمن برای اطفال این منطقه برنامه ما در این منطقه خلاص نشده. ان شاء الله که برای اطفال این منطقه را برنامه داریم. شما فقط برنامه بعدی را باز بخیر بیننده باشید. بیننده باشید. بیننده باشید. سلامت الله باشید. نگهدار همه شما باشه.